جهالت تا چه حد؟ آخوند قزوینی و برتری دادن علی رضی الله عنه بر انبیا. آخوندهای رافضی پیروان ابن سبع یهودی برای اثبات عقیده باطل خود حاضرند به الله متعال و ملائکه و انبیا توهین کنند و حتی نظام آفرینش را هم زیر سوال ببرند. در این کلیپ مشاهده می نمایید که چگونه آخوند مایفعلی قزوینی برخلاف آیات قرآن کریم و اجماع مسلمانان مدعی می شود که سیدنا علی رضی الله عنه بر همه انبیا افضلتر است. توجه بفرمایید. فضائل تمام انبیا در او هست و ما معتقدیم وهابی ها بخواهن یا نخواهن، اگر نمیخوان میگیم قل موتو به قیدکم امیر المؤمنین سلام الله علیه، چون نفس پیغمبر هست در آیه مباهله از تمام انبیا افضله، از آدم و از نوح و از ابراهیم و از موسی و عیسی. این عقیده شیعه هست، از تمام انبیا افضله، از آدم و از نوح و از ابراهیم و از موسی و عیسی. این عقیده شیعه هست. اما آیات قرآن کریم تو دهنی محکمی بر یاوه های این آخوند و امثال وی است. الله متعال می فرماید و تلك حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. و اینها دلایل ما بود که به ابراهیم دادیم تا در برابر قومش به کار گیرد. درجات هر کس را که بخواهیم بالا میبریم. بدون شک پروردگار تو با حکمت و داناست. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک را هدایت کردیم و پیشتر نوح را نیز هدایت نمودیم و از نسل او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم و این چنین نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. و زکریا و یحیی و الیاس را هدایت کردیم و همه آنان از صالحان بودند. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. و اسماعیل و یسع و یونس و لوط که جملگی را بر جهانیان برتری دادیم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. و از پدران و فرزندان و برادرانشان برخی را بر جهانیان برتری دادیم و آنان را برگزیدیم و به راه راست هدایت کردیم. الله متعال بعد از ذکر نام پیامبران در این آیات مبارک می‌فرماید وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. و هر کدام از اینان را بر جهانیان برتری دادیم. اما آخوند رافضی که در مقابل الله متعال بغاوت کرده میگوید نخیر،
ما علی را بر پیامبران برتری دادیم. از تمام انبیا افضله، از آدم و از نوح و از ابراهیم و از موسی و عیسی. این عقیده شیعه هست. در آیه دیگری الله متعال می‌فرماید ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. و هر کس از الله و پیامبرش اطاعت کند پس ایشان همنشین کسانی خواهند بود که الله به آنان نعمت داده است، از پیامبران و صدیقان و شهیدان و شایستگان، و آنان چقدر دوستان خوبی هستند. در این آیه مبارک الله متعال خیلی جالب بیان می کند هر کس از الله و پیامبر اطاعت کند با انبیا، صدیقین یعنی راستگویان، شهدا و صالحین همنشین هستند. و در این میان ذکری از ائمه نیست، زیرا ائمه بندگان صالح الله متعال هستند و اگر آنها واقعاً برتر بودند باید در اینجا اسم آنها قبل از رسولان و انبیا ذکر می گردید. اما شبهه این آخوند و استاد مکارش که می گویند از تمام انبیا افضله، از آدم و از نوح و از ابراهیم و از موسی و عیسی. این عقیده شیعه هست. دلیلم به اندازه کافی داریم. یکی از دلیلمون آیه مباهله است که نفس پیغمبره. عقیده من با بودن فقط آیه مباهله ما می توانیم مقام ولایت علی را برای همه ثابت کنیم. اگر حجاب تعصب مانع نشود همین یک آیه کافی است، در حالی که آیات زیادی در قرآن ولایت مولا رو ثابت می کند. اما در مورد اشاره این آخوند به آیه مباهله باید گفت آیه مباهله که این آخوند دروغگو به آن اشاره می کند درباره گروهی از مسیحیان نجران نازل شده است که آن را یکی از مهمترین دلایل خود درباره امامت و افضلیت علی رضی الله عنه بر انبیا می دانند. الله متعال در این آیه می فرماید فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. پس هر کس در این زمینه پس از علم و دانشی که در این مورد به تو رسیده است با تو مجادله کرد بگو بیایید فرزندانمان و فرزندانتان و زنانمان و زنانتان را فرا بخوانیم و ما خود را آماده می کنیم و شما هم خود را آماده کنید. پس دست دعا و زاری به سوی الله دراز می کنیم و نفرین الله را بر دروغگویان قرار می دهیم. روافض معتقدند که در این آیه وجه دلالت بر امامت و فضیلت علی بن ابی طالب بر انبیا آن است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را همانند خودش قرار داده است و انفسنا و انفسکم، و منظور او از ابناءنا حسن و حسین علیهم السلام و منظور از نساءنا فاطمه و منظور از انفسنا خودش و علی بوده است. از آنجا که او علی را همانند خود قرار داده است پس نباید هیچ کس در فضایل همانند علی باشد و فضایلش
به میزان فضایل او نزدیک شود. ما جواب این شبهه را هم با آیه قرآن کریم می دهیم. الله عزوجل خطاب به کفار می گوید: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بی تردید پیامبری از نفس خود شما به سویتان آمده است. هر گونه درد، رنج، بلا و مصیبتی که به شما برسد بر او سخت و گران می آید. به شما عشق می ورزد و اصرار به هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان دارای محبت و لطف فراوان و بسیار مهربان است. آیا می توان گفت کفار مکه همپایه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودند؟ زیرا الله متعال فرموده است: رسول من انفسکم، پیامبری از نفس خود شما. چنانچه امام علی رضی الله عنه را به عنوان مصداق انفسنا در مقابل پیامبر بدانیم، پس مصداق انفسکم در مقابل کفار چه کسی خواهد بود؟ زیرا انفسکم خطاب به کفار آمده است، حالان که کفار هم در صیغه ندع مشترک هستند و فراخواندن آنها و فرزندانشان بعد از عبارت تعالو بی معنی خواهد بود. حقیقت این است که مراد از انفس، چنان که در آیات مختلف قرآن کریم ذکر شده است، برادران نسبی و دینی می باشد. این تصرفات در آیات قرآن رو بگذاریم کنار. من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار. هر کس قرآن را به رأی خود تفسیر کند، این در حقیقت جایگاه خودش رو در آتش جهنم به دست خودش فراهم میکنه. حالا من نمیدونم این آقا دیگه کجا درس خوانده، چطور شده و می نویسن محقق ادیان و مذاهب. محقق ادیانتون این باشه دیگه. خلاصه به قول افرادی که میخوان از اینها درس بگیرن، واقعا وای به حال اونها. خب عقل این آقا به اندازه گاوه دیگه، بیش از این ما نمیتونیم بگیم دیگه. شعورش غیرش همین اندازه بیشتر نمیتونه تشخیص بده.